الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوبان و مهربانانی که تا این قسمت از برنامه تجلی اخلاق اسلامی ما رو همراهی فرمودید و امیدوارم در قسمت‌های باقی مانده هم همراه و همسفر ما باشید در این سفر اصلاحی که در پیش گرفتیم با هم برای اصلاح اخلاق خودمون در ضوء آیات قرآن کریم. اگر به خاطر داشته باشید در قسمت گذشته درباره یکی از صفات مهم، یکی از ویژگی‌های مهمی که انسان مسلمان باید داشته باشه، یعنی امانت داری و پرهیز از صفتی از صفات منافقین، خیانت در امانت، صحبت می‌کردیم. اشاره کردیم به آیاتی از سوره مبارکه احزاب، آیه 72 و آیه 28 سوره مبارکه انفال. آیه دیگری که در قرآن کریم درباره امانت صحبت میکنه آیه است در سوره مبارکه نساء، آیه 58. الله تعالی میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله امر میفرماید که شما امانت ها رو به صاحبان اونها بسپارید. در توضیح این آیه رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی بنا به روایتی که امام بخاری و امام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه نقل کردن، صحابی آمد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و پرسید متی الساعه، ای رسول خدا قیامت کی برپا میشه؟ حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود هر آن وقتی که امانت ها ضایع بشن. اون صحابی سوال کرد یا رسول الله ضایع شدن امانت ها چگونه است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود هر وقتی که کار به نااهلش سپرده بشه اون موقع ضایع شدن امانت هاست. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به نکته بسیار مهم اشاره فرمودند و اون این که هر کاری که در اختیار ماست امانتی است نزد ما، هر شغلی که در جامعه است امانتی است نزد ما و هر کاری رو باید به صاحبش بسپاریم. اگر کسی مسئولی در رأس کاری قرار گرفته، این شغل، این کار، این گروه، این مجموعه امانتی هستند نزد اون و این شخص وقتی میخواد یک شخصی رو انتخاب بکنه، یک نفر رو انتخاب بکنه برای مسئولیتی، باید اهلش رو انتخاب بکنه. کسی رو انتخاب بکنه که اون تخصص رو داشته باشه، کسی رو انتخاب بکنه که تعهد داشته باشه، تخصص به همراه تعهد. تخصص بدون تعهد به درد ما نمیخوره و تعهد بدون تخصص هم مشکلی رو حل نخواهد کرد. مشکل ما در جامعه امروزی ما در سپردن مشاغل، در سپردن کارها، در سپردن مناصب به کسانی که مسئولیتی رو به عهده میگیرن، یکی از بزرگترین مشکلات ما این مسئله است که متخصصین ما متعهد نیستن و متعهدین ما اون تخصص کافی رو ندارن و متخصص نیستن. وقتی که مسئولی کارمندی رو انتخاب میکنه و کارها رو میخواد بسپاره به این و اون، باید در اعطای این شغلها، مناصب باید رعایت بکنه، دقت بکنه. حکمهایی که داده میشن، منصبهایی که داده میشه، کرسیهایی که به این و اون داده میشه باید به اهلش سپرده بشه. از همون رأس که شروع بکنیم، رئیس جمهور یک مملکت باید شایستگی رئیس جمهور شدن رو داشته باشه. کسانی که به اون رأی میدن، کسانی که میرن و در انتخابات شرکت میکنن، کسانی که میخوان به کسی رأی بدن و کسی رو رئیس جمهور بکنن، سوای حالا بحث انتخابات بحث شرعی است جای خودش. هر کسی که میره و اونجا اگر رأی میده، اگر به کسی رأی داد که اون شایستگیشون رد داره، اون اهلش نیست، این هم در این امانتی که در اختیارش بوده خیانت کرده. کسی که خود رئیس جمهوری که میخواد وزیرای خودش رو انتخاب بکنه، باید وزیرایی رو انتخاب بکنه که شایستگی اون منصب رو داشته باشن، نه به خاطر قرابت، نه به خاطر آشنایی، نه به خاطر تعصب قومی، نه به خاطر پست و مقام، نه به خاطر سفارش این و اون این پست رو به اون بده.
نه به خاطر اینکه یکی اومده مداحی کرده، مدح کرده، شعری گفته در وصف این هم بیاد یک پست و مقامی رو به کسی دیگه بده، نه به خاطر اینکه چون فلانی رابطه خویشاوندی داشته باش، دوستش بوده، رفیقش بوده، اومده و این منصب رو به اون داده، به خاطر این نباید باشه، بلکه به خاطر شایستگی ها باشه، بلکه به خاطر اون استعدادها و اون صفاتی که در اون شخص دیده میشه و اون رو لایق این منصب کرده و توانایی رو داره به اون داده بشه. اگر مدیر اداره‌ای میخواد کارمند انتخاب بکنه همین گونه، اگر انسان میخواد همسفری رو برای خودش انتخاب بکنه باید دقت بکنه کسی رو که شایسته است انتخاب بکنه. اگر پدر بزرگواری میخواست برای فرزندان خودش بیاد و همسر انتخاب بکنه، اگر دختر خانومی رو میخواد به عقد کسی در بیاره، اگر آقا پسری رو میخواد زن بده، باید دقت بکنه، باید امانتی رو که الله تعالی پیش او گذاشته این امانت رو در راه درستش استفاده بکنه. تمام اون چیزهایی که در نزد ماست، تمام نعمتهایی که در نزد ماست، تمام ثروتی که در نزد ماست، تمام افرادی که در نزد ما هستن، اینها هم امانتی از جانب الله. و ما بکم من نعمت فمن الله. تمام اون نعمتهایی که در اختیار شماست امانتی است از جانب الله. سرپرست یک خانواده، پدر یک خانواده، همسرش، خانمش امانتی است از طرف الله پیش اون شخص. این امانت رو باید درست نگهداری بکنه، این امانت رو باید مواظبش باشه، باید با این امانت اونجوری که باید و شایسته است برخورد بکنه، حقوقش رو رعایت بکنه، شخصیتش رو نادیده نگیره، احترام بگذاره بهش. اگر خداوند فرزندی داده به این پدر و مادر، این فرزندانی که داخل این خونه هستن امانت‌هایی هستن از جانب الله. فرزندی که به مادری داده میشه، به پدری داده میشه، امانتی است از جانب الله. اگر این امانت رو الله تعالی خواست پس بگیره، نباید جزع بکنن، نباید بیان ناشکری بکنن، نباید الله تعالی رو متهم بکنن، نباید کفران نعمت بکنن. چرا که وقتی کسی امانتی رو پیش ما میگذاره و روزی که خواست بیاد و امانت خود، روزی که میخواد میاد و امانت خودش رو از ما میگیره، ما نباید ناراحت باشیم، چون این مال ما نبوده، مال اون شخص بوده، امانتش رو پیش ما گذاشته و الان امانتش رو باید بهش کامل پس بدیم. این فرزندانی که در اختیار پدر و مادران امانتن، در این امانت نباید خیانت بشه. به چه معنا؟ که اینها باید درست تربیت بشن، اینها باید به اونها رسیدگی بشه، حقوق و واجباتی که کردن اونهاست باید رعایت بشه و باید به اونها پرداخت بشه، تربیت درست دینی باید بشن، مخارج اونها به عهده گرفته بشه، اینها رو باید در یک بستر مهربانی و عطوفتی در خانه تربیت بشن. همچنین پدر و مادر در نزد فرزندان امانتن، حقوق اینها باید رعایت بشه، حقوق پدر و مادر و فرزندان باید رعایت بکنن. خواهر و برادر نسبت به دیگه همانتی هستن که در کنار همدیگه هستن، باید به همدیگه احترام بگذارن، حقوق متقابل همدیگه رو رعایت بکنن. اگر بخوایم این دایره رو باز بکنیم بسیار وسیعه. هر صاحب حقی که حقی داره حقش باید رعایت بشه و اون حقش امانتی است. انسان امین، در ابتدای بحث در قسمت قبلی اشاره کردیم که امین کسی است که بیشتر از حق خودش طلب نمیکنه و تمام اون حقوق و واجباتی رو که به گردن اون هست به بهترین وجه ممکن ادا میکنه و اون چیزهایی رو که دور بریها پیشش امانت میگذارن، اگر مالی است، اگر پولی است، اگر صحبتی است، اگر سخنی است، اگر آبرویی است، اگر ناموسی است، نباید خیانت بکنه در اون. خود خانواده همه نسبت به همدیگه، در یک محیط کاری، در یک اداره، وقتی که یک مدیر کار میکنه نسبت به زیر دستی‌های خودش، کارمندایی که اونجا کار میکنن براش امانتن، حقوق اونها رو باید رعایت بکنه، واجبات اونها رو باید، اون حقوقی که گردن داره نسبت به اونها، واجباتی رو که بر گردن مدیر نسبت به اونها هست باید ادا بکنه و رعایت بکنه. یک کارمند در محیط کار خودش، وقتی کارمندی میره در اداره کار میکنه، در محیط اداره کاری خودش، در محل کار خودش، این کارمند محترم، اون کار براش امانته، اون مسئولیتی که بهش سپرده میشه امانته، اون وسایلی که سر کار بهش داده میشه امانته. همه اینها باید در مسیر درست استفاده بشن. مدیری که در اداره است، کارمندی که در کارگاه هست، در اداره است، از اون وسایل شخصی، اگر خودرویی است، اگر تلفنی هست، اگر هر امکانات دیگه‌ای که اونجا هست، نباید برای مصارف شخصی خودش استفاده بکنه، نباید بجز اون کاری که براش سپرده شده استفاده بکنه. اینها همه امانتن نزد این شخص. ساعت کاری نزد این شخص امانته، وقتی که میاد سر ساعت بیاد، سر ساعت بره، اینها وسایل نزدش امانته، اون محیط براش امانته. همه اینها رو باید رعایت بکنه. اگر انسان کسی رو آورده داخل خونه خودش، اگر کسی رو آورده داخل حریم خصوصی کار خودش، تجارت خودش و اون شخص رو بهش اعتماد کرده و به دید
امین بودن باش نگاه میکنه، اون رو امین دونسته، امانتی رو در اختیار اون سپرده. این امانت کارخانه است، این امانت کارگاهی است، این امانت خانه است. اون شخص باید مواظب باشه. اون شخص نباید خیانت بکنه در این امانت. اون شخص نباید در محیطی که وارد شده قصد خیانت داشته باشه، دست به خیانت ببره. باید مواظب باشه. اون مالی رو که پیش سپردن باید مراقبت بکنه، اون مال رو خیانت نکنه. اگر در خانه کسی کارگر محترم میره کار میکنه، همین که اون در رو باز کرده، صاحب خانه این رو داخل خانه خودش راه داده. اگر میهمانی داخل خانه کسی رفته، چه کارگری داخل خانه کسی میره، چه میهمان انسان داخل خانه کسی بره، وقتی که اون در رو روی انسان باز میکنه، این به این معناست که اون انسان رو امین دونسته، اون انسان رو اعتماد کرده و این اعتماد نباید سبب بشه که انسان در اون امانت، در اون احساس امنیتی که نسبت به انسان وجود اومده و انسان رو در اون حریم راه دادن خیانت بکنه. نباید انسان مواظب باشه، نباید دست به مالش ببره. کارگری که کار میکنه نباید دست به مالش ببره، نباید نسبت به محارمش، نباید نسبت به خانمش، نباید نسبت به خواهرش، نباید نسبت به دخترش چشم بد داشته باشه، نباید نسبت به همسرش چشم بد داشته باشه. باید کاملا مواظب باشه. باید مواظب باشه که چشم خودش رو کنترل بکنه، باید مواظب باشه که زبان خودش رو کنترل بکنه، باید مواظب باشه که دست خودش رو کنترل بکنه. چرا که اون انسان رو امین دونسته، اون انسان رو در محیطی که جا میده اون رو امین دونسته. حتی فراتر از این، وقتی که یک کشوری یک انسانی رو بیاش ویزا میده، در اسلام به تعبیر قبلیش امان دادن، به تعبیر قدیمی به تعبیر امروزی همون ویزا به معنی امانه. وقتی که یک شخصی، یک کشوری میاد یک تبعه دیگه ای رو بهش ویزا میده و اون رو امان میده، در اصطلاح این که داره وارد میشه بهش اعطای امانت میکنه. این امانت وقتی که آمد داخل این کشور باید مورد حمایت قرار بگیره. کسی حق نداره به آبروش، به مالش، به جانش تعرض بکنه، مگر اون کسایی، البته اون یک پرانتزی باز بکنیم، کسانی که بدون اجازه میان و کشورها رو غصب میکنن و تجاوز میکنن و تعدی میکنن و حقوق اون صاحب خونه رو نادیده میگیرن، به زور وارد خونه میشن، بحثش جدا است. اما وقتی که کسی رو دعوت میکنه انسان به خانه خودش و انسان وارد خانه کسی میشه، باید تمام این مسائل رو رعایت بکنه. در اون امانتی که در اختیارش هست خیانت نکنه. دایره امانت انقدر زیاده که در هر بخشش که وارد بشیم باید راجبش قسمت‌ها صحبت بکنیم. برای ذکر نمونه‌های بیشتری از این بحث بعد از این میان برنامه با ما باشید تا انشالله این موضوع رو کمی بیشتر باز بکنیم و امانت‌هایی رو که در اختیار ما هست و الله تعالی ما رو در قبال اونها مؤاخذه خواهد کرد بیشتر باهاش آشنا بشیم. با ما باشید بعد از یک میان برنامه. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب هلما فسر في ركاب الهدى هلما فسر في ركاب الهدى أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مؤمن کسی است که جان و مال مردم از او در امان باشد. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان، عزیزان و مهربانان. یکی از مسائل بسیار مهمی که در باب امانت داری و امین بودن باید مد نظر ما باشه، از خودمون شروع بکنیم.
قبل از اینکه به دوربری‌های خودمون و جامعه خودمون بپردازیم، تمام اون چیزی که الله تعالی به ما اعطا کرده از سلامتی، تمام وجود ما امانته از طرف الله تعالی. این امانت ها باید در مسیر درستش استفاده بشه. در این امانت ها نباید خیانت بشه. اینها اونجوری که باید استفاده بشن باید استفاده بشن. ما در وجود خودمون وقتی نگاه میکنیم، وقتی چشمی داده الله تعالی به ما، این امانتی نزد ما از طرف الله تعالی. چرا که این امانت رو به خیلی های دیگه نداده. خیلی ها هستن که الله تعالی به اونها چشم نداده و در این نباید در این امانت، یعنی چشم خودمون، در این سرمایه که پیش ما الله تعالی گذاشته و این حق رو به ما داده که از اون استفاده بکنیم، نباید خیانت بکنیم. نباید در اون مسیری که نباید استفاده بشه استفاده بکنیم. نباید در مسیر نادرست ازش استفاده بکنیم. چشم ما نباید خیانت بکنه. یعنی ما نباید کاری بکنیم که چشم خیانت بکنه. ما با چشم خودمون نباید خیانت بکنیم. خیانت چشم چیه؟ همون چیزی که الله تعالی در سوره مالکه غافر فرمود. الله یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. الله تعالی فرمود ما از چشمهای خائن خبر داریم. چشمهای خائن رو ما میشناسیم. چشمی که خیانت میکنه چشمی است که چیزهایی رو میبینه که نباید ببینه. اون چیزهایی رو نگاه میکنه که حق نداره نگاه بکنه. به طرف نامحرم نگاه میاندازه. چه در محیط خانه‌ای باشه که وارد شده بون خونه، چه در محیط غیر خانه، در فضای باز، در کوچه، در بازار، هر جایی که میره فرق نمیکنه کجا باشه. این شخص، این چشم نباید اون چیزهایی رو ببینه که الله تعالی بهش اجازه نداده. چشم خیانت میکنه. این خیانت در امانت چشمه. کسی که از چشم خودش در راهی که نباید استفاده بشه استفاده میکنه، این داره در امانت چشم خودش خیانت میکنه. زبان نعمتی است از طرف الله تعالی که به ما داده. این زبان نباید درش خیانت بشه، نباید در مسیر نادرست استفاده بشه، نباید این سرمایه در مسیری که نباید استفاده بشه. الله تعالی وقتی به کسی زبان میده و گویایی میده، این زبان رو باید در مسیر الله تعالی استفاده بکنه. این رو باید در اون راهی که الله تعالی بهش اجازه داده استفاده بکنه. این رو باید در مسیری استفاده بکنه که رضایت الله است. یعنی زبان خودش رو در امر به معروف، در نهی از منکر استفاده بکنه. نشه که این زبان خدایی نکرده بیاد امر به منکر بکنه و نهی از معروف بکنه. برعکس نشه، بلکه اون جوری باید استفاده بکنه از این زبان خودش که الله تعالی راضی میشه. با این زبان خودش الله تعالی رو راضی بکنه. با این زبان خودش ذکر بگه. با این زبان خودش مردم رو به نیکی ها دعوت بکنه. با این زبان خودش عبادت بکنه. و این گونه نشه که این زبان رو درش خیانت بکنه. همون گونه که در چشم خیانت میشه، در زبان هم خیانت میشه. و خیانت زبان اینه که این زبان شروع میکنه به دروغ گفتن. این زبان شروع میکنه به غیبت کردن. این زبان شروع میکنه به تهمت زدن. این زبان شروع میکنه به کارهای ناپسند. این زبان شروع میکنه به سخنچینی. این زبان شروع میکنه به تحقیر کردن، توهین کردن، پرخاش کردن، فحش دادن، ناسزا گفتن. این زبان شروع میکنه به تفرقه بین امت. این زبان شروع میکنه به سخنچینی، جنب هم زدن. این زبان شروع میکنه به مسخره کردن. همه گناهانی که با زبان اتفاق میفته و بسیاری از گناهان با زبان اتفاق میفته. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که برای من ما بین دو تا لبان خودش، یعنی دهان خودش که همون زبان بیشتر مهمه در این جریان، زبان خودش رو کنترل کرد و ضمانت کرد و ما بین دو تا ران خودش، یعنی شرمگاه خودش رو حفاظت کرد، من بهشت رو برای اون ضمانت میکنم. اینها امانتی هستن نزد الله، از طرف الله نزد ما. اینا امانتایی هستن که ما باید اینها رو رعایت بکنیم. دست ما امانتی است از طرف الله تعالی که این امانت باید در راه الله استفاده بشه. این دستی باید باشه که مسلمان ها از اون در امان باشن، احساس امانت بکنن، احساس آرامش بکنن. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی است که انسان های مسلمان، دور بری ها و تمام جامعه از دست و زبانش در امان باشن، در امنیت باشن، در امانت باشن. انسان مسلمان دستش باید این گونه باشه. اون دست اگر قلم به دست میگیره نباید چیزهایی رو بنویسه که الله و رسول رو ناراحت میکنه، نباید چیزهایی بنویسه بر ضد دین، نباید انسانها رو آزرده بکنه با نوشته های خودش، نباید چیزی بنویسه که رضای الله در اون نیست. این پا امانتی است از طرف الله تعالی. این پا در مسیری که باید استفاده بشه باید استفاده بشه. با این پا نباید در راه معصیت قدم برداشت. با این پا نباید در راه ظلم به دور بری ها، در راه ظلم به جامعه بشری، در راه فساد، در راه فسق و فجور، در راه گناه، در راه نادیده گرفتن حقوق دیگران استفاده بشه. تمام
وجود ما امانتی است از طرف الله تعالی و چون امانت ما حق فروختنش رو نداریم و چون امانت ما حق نداریم این رو به دیگران بفروشیم، به جز اون مسائلی که در بحث شرعی مانند کلیه، مانند بخشی از کبد اجازه داده شده برای وقتی که در ضرورت‌های استفاده در ضرورت‌ها اجازه داده میشه و مواردی که باعث از بین رفتن بدن انسان نمیشه و جایگزینی داره، اون بحث شرعیش به جای خودش. اما در کل به جز این موارد استثناءات با اون شرایط خاص خودش ما حق نداریم تن فروشی بکنیم، حق نداریم اون اعضایی رو که الله تعالی امانت پیش ما گذاشته تا در مسیر درست و صحیحش از اون استفاده بکنیم، نباید در اینها خیانت بکنیم، نباید اینها رو بفروشیم. امانتی رو که الله به ما داده حق نداریم بریم بفروشیم، نباید بریم تن فروشی بکنیم. اینها در وجود ما امانتایی هستند که الله تعالی در وجود ما گذاشته و اگر بخواد از ما بگیره راحت میگیره. قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یاتیکم به. اگر الله تعالی بخواد چشمان شما رو بگیره، گوش شما رو بخواد از شما بگیره، قلب شما رو از شما بگیره، کیه که شما رو به شما پس بده؟ کیه که اینها رو به شما پس بده؟ قلب نعمتی است از طرف الله، امانتی است از طرف الله. نباید در قلب خودمون کینه نگه بداریم، نباید در قلب خودمون دشمنی نسبت به کسی رو در قلب خودمون جای بدیم. دشمنی نسبت به یک انسان مسلمان، دشمنی بدون دلیل. قلب ما باید همون جوری باشه که الله تعالی دوست داره. گوش ما باید اون چیزی رو بشنوه که الله تعالی دوست داره. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. گوش، چشم، قلب همه روز قیامت مسئولن. همه اینها باید جوابگو باشن. تمام وجود ما نعمتی است و امانتی است از طرف الله تعالی که اینها رو باید در راه درستش استفاده بکنیم. اگر در اینها ما خیانت کردیم، در امانت خودمون خیانت کردیم و به یکی از صفات منافقین خودمون رو متصف کردیم و یکی از صفات منافقین رو در وجود خودمون آوردیم. علاوه بر این، دوربری های خودمون، در جامعه خودمون، در یک جمعی وقت نشستیم چند نفری صحبت میکنن، صحبت هایی که از اونها ما میشنویم و در گوش ما فرو میره و اینها رو در ذهن خودمون و در قلب خودمون نگه داشتیم، نباید جای دیگه پخش بکنیم. نباید این رو ببریم این ور اونور بگیم. مجالس امانت پیش ما. وقتی چند نفری ما رو امین میدونن، وقتی چند نفری ما رو در سر، در راز خودشون شریک میکنن، در درد دلهای خودشون شریک میکنن، محرم اسرار خودشون میدونن و میان و ما رو قابل میدونن و اینها رو ما میگن ما حق نداریم اینها رو بریم پخش بکنیم. صحبت های مردم پیش ما امانته. اون چیزی رو که تنهایی به ما گفتن فقط اسرارشون، اینها امانت پیش ما و ما حق نداریم اینها رو پخش بکنیم. اون چیزی که همسر از همسر خودش میدونه، این امانت پیش همسر، حق نداره اینو بره پخش بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت فرمود اون همسری رو که وقتی جمع در بین دوستان خودش قرار میگیره، چه مردی در بین مردان، چه خانومی در بین خواهران، بیاد و اسرار زناشویی خودش رو پخش بکنه و تعریف بکنه اینها رو و بقیه بگه. این هم یکی از موارد امانت‌هایی است که پیش ماست. تمام رفتارهایی که ما با دور بریان خودمون داریم، تمام اون چیزهایی که از اطرافیان خودمون ما میدونیم و خیلی ها نمیدونن، همه این چیزها امانت پیش ماست. همه اینها رو ما باید رعایت بکنیم. رعایت نکردن و نادیده گرفتن هر کدوم از این موارد نوعی مصداقی از خیانت در امانته، مصداقی از صفات منافقین میتونه باشه. تمام نعمتایی که الله تعالی به ما داده، تمام فرصتایی که در اختیار ماست، باید به بهترین وجه ممکن استفاده بکنیم. از فرصت‌های کاری خودمون در راه تعلیم دین، در راه دست یافتن به رضای خدا باید استفاده بکنیم. فرصت کاری سبب نشه که ما این فرصت رو به نفع خودمون استفاده بکنیم. از فرصت کار به نفع خودمون بزنیم. از فرصت کار، از اون موقعیتی که ما داریم، خیانت بکنیم در اون اسم، خیانت بکنیم در اون نام و بیایم به نفع خودمون ثروت اندوزی بکنیم. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی رو فرستادن برای جمع آوری صدقات. وقتی برگشت آمد و گفت این صدقه‌ای که مردم دادن و این هم سهم منه، این رو من هدیه دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار خشمگین شدن، رفتن و روی منبر گفتن کسانی که اون کارگرانی رو که من فرستادم و ادعا میکنن که این مال منه و این بخش مال شماست، آیا اونها نمیدونند که اگر اینها داخل خونه می نشستن آیا باز هم این مال به اونها داده می شد؟ چطور همچین ادعایی رو می کنن؟ خیلی ها فکر می کنن هدیه‌ای به ما داده میشه سر کار، محیط کاری به ما کسی پولی میده، کسی میاد به ما خدمت میکنه، کسی میاد به ما کمکی میکنه. به خاطر خود ماست، به خاطر خود ماست، به خاطر کاره. منصفانه با خودمون قضاوت بکنیم. به خاطر چیه؟
رشوه مگر غیر از اینه؟ کسانی که فکر میکنن مردم میان به اونها پول میدن، مردم میان به اونها مال میدن، مردم میان هدیه به اونها میدن به خاطر اینکه فلان شغل رو داره، فلان منصب رو داره، تا از این کانال حقی رو به خودشون بگیرن، تا از این کانال به نفع خودشون استفاده بکنن، تا از این کانال حقی از حقوق دیگران رو تضییع بکنن. خارج از نوبت حداقلش اینه که خارج از نوبت کارهای خودشون را بندازن، نوبتی که خیلی تو صف وایسادن و حق دیگران متقدم ترن و فکر میکنن که فقط به خاطر اون شخص اینها بهش داده میشه و اگر این شغل رو نداشت، این منصب رو نداشت، این کار رو نداشت، هرگز کسی به اون نمیداد. اینها بسیار از این موارد که در محیط کاری ما هستن، کاری که امانت پیش ما و نباید در اون خیانت بکنیم. از فرصت هایی که در اختیار ماست و امانتی است از طرف الله پیش ما، این فرصت ها رو نباید درش خیانت بکنیم، نباید در مسیر نادرست ازش استفاده بکنیم. بحث امانت بحث بسیار مفصلی است که فقط به نمونه‌هایی از اون اشاره کردیم. انسان مسلمان، انسان مؤمن کسی است که امانت نگهداره، کسی است که همه اون رو امین خودشون میدونن، کسی است که همه وقتی که این شخص وارد میشه از اون در امانن، وقتی تو جمعی وارد میشه همه از چشمش در امانن، همه از زبانش در امانن، همه از دستش در امانن، همه از وجودش در امانن، همه از فکرش در امانن، همه از گفتارش در امانن. انسان مسلمان باید این گونه باشه. انسان مسلمان باید امین جمعی که هست باشه. انسان مسلمان باید امانت نگهدار امانت‌هایی باشه که از طرف الله به اون رسیده، دین الله، امانت نگهدار رسول الله صلی الله علیه و سلم، سنتش و دستاوردهاش روی زمین باشه و امانت نگهدار هر اون چیزی که از طرف انسان‌های دور بر به اون میرسه و در اینها خیانت نکنه. امیدوارم که الله تعالی به من و شما توفیق عنایت بفرماید که امانت نگهدار خوبی باشیم برای دینش و برای مخلوقاتش. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم، ممنون و همه شما عزیزان رو به الله تعالی میسپارم. الله حافظ و نگهدار شما باد.